سلام دوستای عزیز، خوش آمدین به یک ویدیو جالب دیگه از کانال تاپ ترکس. امروز میخوایم در مورد یک ستاره جوان و درخشان کرکت افغانستان صحبت کنیم، عظمت الله عمرزی. در دنیای کرکت نام نوظهور از افغانستان درخشیده است. عظمت الله عمرزی از کوههای کنر تا میدانهای بین المللی او داستان از تلاش، استعداد و افتخار را رقم زده است. عظمت الله عمرزی در 24 مارچ سال 2000 میلادی در ولسوالی نورگل ولایت کنر به دنیا آمده. او در سن 14 سالگی به کرکت علاقمند شد و با تلاش و پشتکار به تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان افغانستان راه یافت. در 10 آگوست سال 2017 عمرزی نخستین بازی رسمی خود را در لیگ یک روزه غازی امان الله خان برای تیم مس عینک انجام داد و 3 ویکت از تیم آمورا گرفت. در سال 2020 با تیم عقابان کابل در لیگ اشبکیزه قهرمان شد و عنوان بهترین بازیکن را به دست آورد. در 21 جنوری سال 2021 عمرزی نخستین بازی خود را برای تیم ملی بزرگسالان افغانستان در برابر ایرلند انجام داد. در جام جهانی 2023 او با عملکرد درخشان خود در برابر تیم‌های بنگلادش، هند، سریلانکا و آفریقای جنوبی نقش کلیدی را در موفقیت‌های تیم ملی ایفا کرد. در سال 2024 عمرزی در 14 بازی یک روزه 417 دوش و 17 ویکت به دست آورد. او در برابر سریلانکا 149 دوش ناسوخته و در برابر آفریقای جنوبی 86 دوش ناسوخته کسب کرد. این عملکرد فوق‌العاده باعث شد تا شورای بین المللی کرکت ICC او را به عنوان بهترین بازیکن یک روزه سال 2024 انتخاب کند. عظمت الله عمرزی نه تنها در میدان کرکت بلکه در دلهای مردم افغانستان جایگاه ویژه‌ای دارد. او با تلاش و موفقیت‌هایش الهام بخش نسل جوان کشور شده و نشان داده است که با اراده و پشتکار میتوان به قله‌های موفقیت رسید. اگر شما نیز از داستان موفقیت عظمت الله عمرزی الهام گرفته اید، این ویدیو را حتما لایک کنید، نظرات خود را با ما در میان بگذارید و برای تماشای ویدیوهای بیشتر حتما چینل ما را سابسکرایب کنید تا با هم از قهرمانان کشور خود حمایت کنیم. تا ویدیوی بعدی، الله نگهدار شما.